سلام علیکم. مونده نباشین بلندای عزیز، مونده نباشین. ساعت شما خوب، جور و سعادتمند باشین. خداوند شما رو کم نکنه. بدین دویده بریم بخش اوله ببینیم. بریم. بیننده عزیز سلام بر شما. سوژه برنامه ما در رابطه با دکتر صاحبای اومده که با یک تن از دوستای خود یک گزارش داشته باشیم. برادر عزیز سلام علیکم. سلام. برادر عزیز، اگه کسی مثلا دردسره میره پیش دکتر میره، به یک پاکت گلی بیشتر نمیده، آیا به نظر شما کار خوبیه؟ نه، کار خوبی نیه. خدایا آفرین بر شما. خب چی رقم لالا؟ مردم دروغ میگن، بعضو مردم دروغ میگن. ما برارم اگر راست بپرسیم همی پام به زیر تایر موتر شد. بفهمیدین؟ بله بله. پام تنها هم یک پنجی من مثلا پرت شد. برفتم ازم دکتر صاحبا شناسم بودک، انا خدای خیر بده. برارم چی بگم به شما؟ از اپندیس، از فشار خون، از چربی، از سردردی، از اپندیس، از تکلیف معده، از قلب، از ستگی، تمام اینا نوشته که نسخه داد. برفتم 1660 روپیه شد، احترامانه بستندم. من نیازی هم نداشتم. شکر الحمدلله همین تازه موجود خواهم. شکر فقط سالم و همین پنجی پام اوگار شده. خیر بینم دکتر که 1600 ارزش نداره که از میستونده، اما یک شخصی که پای نرم میشه میره به دکتر، خیر بینه که تمام وجودی همه بزن میده اگه با کارم داره یا نداره. مردم بعضا دروغ میگن که من پاکت قرصه. همین دکتر صاحبار خدا تو عمر بده، برو از اینا بپرس آیا تو دکتر به یک پاکت قرصی الا میده؟ یعنی واقعا دیگه به شما قطعید. خب بعضی از مردم میگم همین تگا پادگان ما شده گفت بیا تو برم بگو دکتر صاحب من مریض نیم، مثلا مریض نیم، ما تو بفهمیم مریض نیم. میگیم دکتر صاحبی ای اپندیس سعی کو اگه به تو به بوجی دوا نداد به تریوم است. واقعا راست میگه. خیر بینیم برارمه. چی گپ مف میزنی؟ برادر عزیز سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز، اگر مثلا به نظر شما یک شخص میره پیش دکتر، فرض کنیم معده و درد میکنه یا سوخت دل یک مشکلی داره، بری از او یک شربت بیشتر نمیده، آیا به نظر شما کار خوبیه یا نه؟ نه چی کار خوبیه؟ آفرین بر شما، خدای واقعا خوب میفهمه شما. خود مکش شخصا سوخت دل بودم، برفتم پیش دکتر، رفتم گفتم دکتر صاحب همین سوخت دلم می گو خوبه برای می اپا درد بداد، از سر درد بداد، از فشار خون بداد، از گرده درد بداد، از همه چیز بداد. اینا گفتم چند نمیشه؟ 2800 دیپه میشه. گفتم 2000 بگیر میرم برات 800 دیپه دیگه. یعنی هیچ مشکلی هم نداشتم. کار من فقط درد من می درد بود، سوخت دل بودم. چی کار خوبیه؟ یعنی به یک سوخت دل شما 28 رقم دوار به شما نوشته که؟ بله. برادر عزیز سلام علیکم. سلام علیکم. برادر عزیز، مثلا یک کس مریضه میره پیش دکتر، مثلا پایم بیشتر درد نمیکنه، میره پیش دکتر برای یک پیچکری بیشتر نمیده، آیا به نظر شما کار خوبیه یا خیر؟ برارم من با دکتر چی کار دارم؟ من خود مثلا هفته مایم رشته دکتری بخونم. ما با دکتر چی کار دارم؟ نه برارم، من منظور اینه گپ اینه که شما صرف چند ماه دکتر شیم. من منظور اینه که یعنی میگم آیا مثلا به یک پیچکری بیشتر نمیده، آیا کار خوبیه یا نه؟ میته گپ میگم برارم. خود تو الان منظور گپ من نگرفتی. خب من اول گفتم من چی کار دارم با دکترها؟ ما گفتم کار ندارم، ما خود مایم دکترشم. من صنف هفتم بخیر مایم دکترشم. من چی کار دارم با دکترها؟ ای گپ نمیفهمی که عدلی بگو که نمیفهم که برات یادم گپ زدنه. شما مثل که متوجه نشدیم. برا شما چی میگم؟ برارم من با شما میگم همین کسی که یک پیچکری بیشتر دکتر نمیده، به نظر شما کار خوبیه یا کار خرابه؟ شما میپرین بالا دکتری خود که شما هنوز سال صنف هفتین تا خدا میدونه کی دکتر شین. تو برارم با گپ نمیفهمی. برو کابرو ملت ببردی. برو ورد میگم دکتری نخونک برارم. تو اصلا عقل کمال یاد بگیر. من از تو چی سوال میکنم تو با چی جواب میدی؟ تو هنوز دهن تو بوی شیر میده میگم من دکتر شم. خب خیر باشه بیننده عزیز، شب شما بخیر. مونده نباشیم.
بسیار خوشحال شدیم. زنده باشیم از دیدن شما، سلامت باشیم. شما خوب باشیم، تیار باشیم. دم غنیبت سلامت باشیم. کمی خنک بشوده. انا چی مایم شما مثلا چی میگیم؟ ما اشاره بازی داریم. ماما، کاکا، خاله. نمایشنامه. خب نمایشنامه آماده به خیر خوشی. قسمت 8 داستانه. قسمت 8 داستانه ببینیم. یعنی بخش دیوم برنامه ما. بخش دیوم بریم که نمایشنامه. بریم. بره خوزایی کنین دیگه. بازه. تحریم سعی میکنم. سعی کنین که من ندیدین. گله زفنال زن این گیریه که بگو مار موتر زده. گله گیریه که دیگه گیریه که زفنال زن یکی ولکم یک چیز میزی بند از اونجا پول ملی خاک گردن و بند با خدا تا نمازدگری چی نشه 1,500 2,000 پول میشه بس دیگه. بطریای خرابه آهن روید داریم بیاریم میخرم. آهن کنه روی شکسته علوی کنه بطری کنه سماوار کنه داریم بیاریم میخرم. مای ظرفی مای رخشی کلی 25 روپیه. آهن کنه روی شکسته سماوار کنه بطری شکسته داریم بیاریم میخرم. ای خدا تو دماد در بدر کنه که تو بعدی کچه بدی کچه من سال داری به سیدا نکدم. تو مرد در بدر کدی خدا تو دماد در بدر کنه. نه بابا این کاری از این نماد با ما کلاه نمیشه. هیچ کاری به کجایه. این کارم نشد به خاکی که نشد. آنه دستلاف کردم بخیر مالکم یک چیزی بشه. بار ما وقت باب بیلا در و در شد مال نبینه مو در خود ما من یه دری پیدا نکردم. چی حالی چی زندگیه؟ بله دوما دیشتن خوبیم خیریته. میگم دوما جو ایلا کرات خوش آمده ایلا کرات دیته کپا. میگم دوما جو خوب گوش کس که من چی میگم. از این نمه دوما جو برای من کلاه نمیشه. بفهمیدی و نفهمیدی؟ ها گفتم از این نمه به من کلاه نمیشه. به من این جگاه پرده گذاری من نمیشه. بیا اگه این پلکا مر بده که من میرم پد به وطن میرم. ها خب تو کمی نمکیر من پیدا کردی. اما آشپزی تو پیدا کردی نمکیر تو برای من پیدا کردی. با کجا؟ خب گپی نه اگه میفهمی که 10,000 برای من میده کم رد می نمکیر همیله میکنم پرده گذاری من بشه. گوش کش دوماد گردن من بند باشه امیک زک خونه نیه سرا نیه که نمکی بمی کوچه به همه کوچه که میره 100 تا نمکی 100 تا نمکی. خب خوبه دیگه سعی کدوم جو اگه میفهمی 10,000 میده پرده گذاری من میشه که گپی نیه رد می نمکی ریله میکنم. ها گپ ده نخدیو. ها خدا حافظ. کاشکی امو کار بشه. لیکن نمکی برادر چند میشه شده من تو حالی داری به اطلاف نکدم. چی حالی چی زندگی نه کاری نه کسی بی هیچ مرگی نیه. کنه بچه خرابه سمارا
ایلا نالک با خدا میره مادر و داماد خور میبینه اینجا گاشته یا در و در شده و نال می چی خاک سیاه و سر خیرات بدیم برادرم مار موتر زده بیبی گاگ من 90 سال میشه بیوزانه برادر خیرات بدیم ما چیزیم ما مشکل داریم ما چشام نابینا شده مار موتر زده بجسته پام چی شده عرفت گرفته پام عرفت گرفته دکترها میگم تیار نمیشه برادرها بیبی بله بشین نگاه الیاس خودشون کمک بده کمک بده بگم چند سال بیبی بیوزانه نگاه نابیمون نبود 90 سال 90 سال خوبه خدا بیشتر بده نگاه چیز میدیم جمع شد نه برادرم خود بیشتر ما خوبه محکم بگیم نه جو برادرم کمک کنین که ما خود چند تا بزن بخم ما خود بله 10 تا بگو نه ما خود برادر ما مال سنده ما 12 ما تقریبا مجراتم پول زن ندارم که به خاک کی انا مار موتر زده برادر بدیم یک چیز میزه که خیر بینیم بچم سمیر چی شد بیبی سمیر نه چون نه جو شما بیبی منو خیرات بدیم برادر نه سمیگم نشه باز نمیشه نه فوشیاری خوبه بگیم ماما جان پوله پوله اونجا وقت داشتم که باد نبرن خیر بینیم ماما جو باد نمیبره نه باد نمیبره چندی بده یک 20 که خیر بینیم 20 نه جو خیر بینیم خداوند شما به دین دنیا خار نکنه مملکت تک محرومی شده برادر کمک کنین که خیر ببینیم بیشترتر آنه ایتا بگیم آفرین خوب بگو نه شوف کنیم بیبی شما شوف کنیم ما برادرم با خود بشم زد بزن به خان منم نگم نه پولا محکم بگیرید برادرم کمک کنه ما نمیبینیم ما چیشام چیز شده چیشام فلج شده چنه ماما جان خوبی؟ بله خوبی ماما جان؟ نه خوبه چیو مار موتر زده پام اینجا شده مفودت گرفته چیشام نابینا شده من نمیبینم به شو میبینم بروز نمیبینم من همولا کمی جلوتر من یک 20 قدشم برای شما همه شما نیم برات 20 خو آمده بله نه برات 20 نه آمدم همی درد دل طور که بشنیدم با پس دوباره دل ما بسوخت دل ما سوخت انا والا بیا آمدم برای شما یک 500 میدم منتها هوش کنن که پیش شما کس پس ور نداره نه ور نمیدارم نه خیر بینیم بلا خور بدین خیر بینیم نه 500 بیبی دخل پیش ما باشه ماما جو خداوند شما به دین دنیا کار نکنه هر مشکلی دارین خدا آسون کنه ما مشکل ما میفهمین چیه چی مشکل داره ما میته خسوره داشتم ما انا آدم خوب و شریفیه درسته بیبی بچی از این آیه انا اونک خودی و چیز شده انا چیز که سگ دیونه گرفته خسور من سگ دیونه گرفته مار موتر زده بیبی رنه بیبی خود ما به سکیل بیده بیبی و چیز انا موتر زده ما اگه به داستان خود اختلاط کنه ممکن داره یک ما طول کشه خب کاکا جان ما دیگه کار نداریم بله سری هم برای شما بدادم خیر بینیم ماما خداوند شما به دین دنیا کار نکنه خداوند شما از این وضعیتی که داریم نجات بده درسته دیگه صحیحه خداحافظ کاکا خیر بینیم ماما بخیر را بیبی کمک کنه برادران کمک کنه ما نمیبینیم برادران کمک کنه انا لقمه نونه بگیر ما بیایه بیبی جان چی میگی بیبی جان بیبی رو برات گوش نگیرن شما نه بله پول شما باد نمیبره همینجا بگذارین خیر بینیم ماما جون مسلمان ها خیلی خیر خواه ماله برادرها کمک کنه خیرات بده برادرها
بگین پینجه پنجه بله خیلی بینم اما خداوند تو رو به دنیا خار نکنه آزاری پیگه که نقضی شده بیبی اصلا ما و شما برای زن چوب کو بیبی که میشه کس مزم بود بابا برادر خیرات بدیم ما بیوزن به خان منه ای بیبی مانه ای بیبی مانه ای چیزه برادر خیرات بدیم کمک کنیم انا مسلمونا چیزم ما خدا به خیر خوشی به شما بدیم ما غریبیم ما غریق آمدیم ما موتر زده پا نرم نوره کمک کنیم برادرها خاله جو اشتهی مانده نباشی چه کار میکنی دیگه اشتهی بله چه کار میکنی خاله جو اینجا اشتهی خاله جو خیرات به ما بدیم ما انا پامر موتر زده چیشام انا چیز شده فرفت گرفته انا دکترها گفتن که باید بری 1 لک 2 لک روپیه بیاری که تو رو ببرم به قشانجلیس انا اینجا تداوی نمیشه بیبی هم سرقی شده یک کمکی بکنه ای بیبی چه کارتونه نردیو ای بیبی که هسته ای بیبی چیزه نواسی از این نمزاد منه انا این مدر چیز منه مدر خسور منه خدا به خیر خوشی خسور من در کنه انا این مرا سراخ و بیرو که انا یک بد اخلاقی نیه بیبی نه دیو نه جو ایت هم نیه دیگه نگو دیگه نه لگیت یعنی ما دروغ میگیم خوب تو اشتنی بیبی جو مونده نمیشی اشتاز که خوبی چه کار شدی چشم بکاتر بیبی جو چه کار کردم نه ما هر دو نفر به سکیل بدیم بچی از یک آدم گندینیه که 1 روپیه به مدر خود نمیده مدر گفته برو به مدر خود گفته برو می گدایی کو یا نه کو هر کاری میکنی بکو مدر بچی شما گفتم برو گدایی کنی حالا تو دیگه نلجا چشم کاخی چی نمیبینی نه گردنم بند با شانه اگه ببینم بخکل نمیبینی فقط ما میفهم که شما زنیم سیاسر پیرزال مثل سند ساله بیبی پاک چه کار شده نه پامر خردیونه لغت چی نه این به موتر این چیز بیده این ما شاگرد چیز کلینگ بودم امی چی شاگرد تبر و هزم مشکستم بخورده بالا پامر 8 پنجه من قطع شد از امی پا 8 پنجه خیره برای خوب بگردم تیار میشه غم نخورین زنده باشه نداره تیار میشه کمک کنی برادر شما هم خالجی یک دارین خیرات بدیم ما دیگه داشتم تو نونی خریدم برای خوب بگردم باز اگه پس میتوادم با تو 1 دقیقه که کمک میکنم خیر بینیم من میفهمم ماما خالجو من 3 سال نوزباد دارم من خسور من حقم رو بخورده پلام 13,000 روپیه بستونده خوب من از سراخ و بیرو که خوب خسور تا کجاه خسور من چیز از باغ بالای سیاه پیی خوب بلیا خوب باشه نه جو من میرم به سراخ 1 کورتکه که با تو میارم 1 کمری بیبی میارم کورتی؟ به خاطر عزیز دمستونه خیر ببین علی من میرم که به شما کورتی بیارم خدای پاک عمر خسور من بالای عمر شما شه بیبی جو خاله جو عمر خسور من خدا بالای عمر شما بگذاره بیلا نی آب با ما گذاشتی نی آبرو گذاشتی هیچی نگذاشتی خدا کمر تو گیله که بشکنه تو مادر چری کار کردی آخه تو به جلوی ساده شدی وقت سیریه میدی چری کار کردی تو نی آب گذاشتی نی به ما اعتبار چری کار کردی خدا کمر تو بشکنه گیله لا اله الا الله گوشی پس مرگ ازی چری بله قاسم ماما جو کجایی؟ بابا ایلکو راز خوش آمد ایلکو سیکو امی تو زود بیا به می جاده پشت سرا شما پرس 23 تا به پرس مر به گاب میگذاری یا نمیگذاری؟ به می جاده پشت سرا شما این پجگاه پرس 23 من جگاه سدیدیم تیز بیا تیز بیا که با تو یک فیلم نشوندم رنج تو گل قاسم تیز بیایی بیلا این صدا خود چی کار کرد؟ این چشما خود بسته کرده که من کورم مادر تو چه دیم جلوه دیدی اون لشیدی مادر
آخه ما که تر خوش که پیدا میکردم می آوردم تو چه به جلادی ساده شدی که نمیفهم مردی و نه بیاغلا خدا کمار تو بشکنه گیلا خدا کمار تو بشکنه خدا تو تک تک کنی با ما بری که آب گدیشی نیا بری یک دم فال با بکنی یک دم یه ایش که گدایی بکنی خدا سے دل میں مجھے بطر کا خدا اللہ خدا کا درست کرنے کی لائے ہمیں کارم مولودا خدا ایش سے یاد داره چشمہ کو بسته بکنه خدا مادر شما تو بسی روز روادش تو که میایی بیامه این جگه کدایی میکنی مادر خدا کما تو دماغ بس کنه که ورت پورت مروام کنی مار بیاوردی بیراز که کار کنی چه کار مومو؟ چی بگم؟ گاتی ماما جو امی گیلا امی دماغ مامی ساده امی بیا خیل بیا ماده مادر مرنبر سفر داشته بیا ماده بکنار سرک چشما خورم بسته کده چشما مادر مرم بسته کده بشیشته بکده ای آقا ای چری تا میکنه آقا من مادر که بسی روز روال نداشتم بیا بشینه بکده ای تو وقت بیا بری سیکو بیا بری برادر ما مسکینیم برادر خیر خیرات بدیم برادر کمک کنین که ما داره بداریم برادر ما کاسر نداریم برادر ما بیوزن بیخان مانه برادر خیر خیرات بدیم ما کمک کنیم بیبی ما بیبی من نمیبینه نه برادر کمک کنیم ما مشکل داریم برادر پامر و فلج شده پامر انا چی شده انا ما بدیم بیبی خاله جو گریه نکن بابا بیامدن خاله جو بیامدن ها برفتون خاله جو من بی پیار خوب گفتم بلیا باید مشکلات شما رو بگفتم عشق من برخ عشق پیارک من برخ گریه کرد به خاطر شما پیار ما گفت این کار بیار که نفر 20,000 روپیه من به جنا کمک کنم 20,000 روپیه با ما پیار شما شما خارج 20,000 روپیه میده پیار ما آدم سخاوتداری آدم خاله جو خداوند شما رو به دین دنیا خار نکنه خیر بینیم همین سیاسلا خیلی رحم و شفقت دارم آنه بیبی نفر 20 عالم و کجا سر شما ناوردی؟ آنه خاله جو نزدیک 4 قدم راهت آنه اما کن نمیبینی آخه ما شما رو میبرم خاله جو خوب میبرم ما یعنی ما اینا جمع کنیم اینا که جمع کنیم باشه که این بیبی را رفته میتونه بیبی نه اینا بیبی اصلا کمر خوب کمر بشکسته چیشایم اصلا نمیبینه خب باشه من به گری صدا میکنم بیای شما تو در سرا برد گری برمیدارم میبرم خوبه خیر بینیم خاله جوانه گری ماما جو ماما میگم ماما خاله جان میشتم خاله جو 20,000 که شما مثلا با هر کدوم شما خاله جو 20,000 روپیه میدم برای چشم کاکو تداوی کنیم خاله پاکو تداوی کنه برای خوب بگردم خاله مر میبینیم ها اشته نمیبینم بچه می بیبی شما من دیگه یک دقیقه بشینیم بیبی یک دقیقه من دیگه بشینیم من سعی کنم که من راست میگم من اینجا بیبی بشینیم اینجا من یک گلاسه بخورم میام دستم بیبی ماما جو بگیریم بیبی جو دستم خاله جو بگیریم بیا برای خوب کردم بجام بچه کردم بله بجام بچه شما نو خوبه بیبی خاله جان خاله میشتم خاله چه بگو چی می همه شما پیار شما گفتم نفر 20,000 پیار خیلی پول داره سخاوت داره نفر 20,000 به شما میده همه بیبی که هست بفهمیدیم این پیار بچی از خیلی پول داره انا می 20,000 شما نه چیز کنیم انا 30,000 به ما بدیم 35,000 بدیم به ما بدیم انا 5,000 به زی بیبی بگیم انا 5,000
پیار شما بگم 5000 بیشتر نیه، یعنی 35,000. من مشکل خود یک خسور گنده ندارم که به 1 روپیه نمیارزه، اخلاق نداره، مرسلا خبیری کرده، حق مر میخوره. بفهمیدیم خاله جان، حق مر بخورده، پولامر مای افشا آشا بجه نمیده پولامر. شما فقط بگیم حالا که گفتیم نفر 20,000 یعنی چند نمیشه؟ 40,000. 40,000 خاله جان، 40,000. شما که اونجا رفتیم میگیم پیار میگفتم من نفر 5,000 35,000. 35,000. ما که خیرات میدین چی فرق میکنه؟ خیر بینی به بیبی چی نگی، خوبه، به بیا بیبی چی نگی. بری خوب بگم، بری من چه خوب بگم، بری بیا. بری خواهد خیلی نرمه. بله مامالی بری بیبی با شما دست بیبی خود میگیرم. بچه خوب بگردم. ایدگل با کجایی؟ با خونه ای؟ امیت بهم 1 دقیقه تیز بیا تا بسترم ها. هیچ کار نشده، خیرات باجه شما 50,000 پول یافته. ها امیت تیز بهم 1 دقیقه خور برسینی. تو سیکوش این بگم دیونه مر گوشه میکنه، میگه از می 40,000 تو 5,000 بده به می بیبی، 35,000 پر من بده. تو به 35,000 میفهمی؟ نمیفهمی؟